سلام میکنم به همه مربیای عزیز فوتسال. خیلی خوش اومدین به یه گفتگوی دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از حیاتی ترین و شاید بشه گفت یکی از کم توجه ترین پست های داخل زمین. این گفتگو هم با حمایت بچه‌های خوب باشگاه فوتسال معراج شایستگان مشهد تقدیمتون میشه. این جمله فوق‌العاده است نه؟ هم قلب تپنده تیم و هم مغز متفکر اون. دقیقاً همین دوگانگیه که میخوایم در موردش حرف بزنیم. میخوایم ببینیم چطور یه بازیکن میتونه همزمان همه کاره باشه. پس بیایید با همین نقش رو عمیق‌تر بشکافیم. خب، اول از همه بیایید ببینیم اصلاً این پست عقبگیر چی هست و از کجا به کجا رسیده. دیگه اون دوره‌ای که عقبگیر فقط یه مدافع بود که ته زمین وای میستاد تموم شده. تکامل این پست کل چهره فوتسال رو عوض کرده. جالبه بدونید که ریشه اسم این پست یعنی فیکسو تو پرتغالی یعنی یه چیز ثابت، ولی خب عقبگیر امروزی هر چیزی هست جز ثابت. اون یه بازیکن کاملا پویاست که از عقب زمین هم بازی حریف رو خراب میکنه و هم بازی تیم خودش رو میسازه. اینجا قشنگ میتونیم تفاوت‌ها رو ببینیم. پیوت نوک حمله است، علاها کارشون سرعت دادن و باز کردن بازیه. اما عقبگیر اون لنگر تیمه، ستون فقراته، نقطه شروع همه چیزه. به خصوص الان که همه تیم‌ها از جلو پرس میکنن، این وظیفه بازیسازی از عقب از نون شب هم واجب تر شده براش. خب پس یه عقبگیر کامل چی تو چونتش داره؟ بیای جعبه ابزارش رو باز کنیم. میتونیم بگیم 4 تا ستون اصلی وجود داره که یه بازیکن رو تو این پست نخبه میکنه. از زور بازو گرفته تا قدرت ذهن. ستون اول فیزیک بدنه. این فونداسیون کاره، یعنی باید اونقدر قوی باشه که تو جنگ‌های تن به تن با پیوت حریف کم نیاره. قد بلند یه مزیته، شکی توش نیست و از اون مهمتر چابکی و تعادله که بتونه سریع فضاها رو پوشش بده. بدون اینا بقیه مهارت‌هاش اصلاً به چشم نمیاد. دومین ستون توانایی‌های تکنیکیه. یعنی چی؟ یعنی باید بتونه زیر سنگین‌ترین فشارها هم توپ رو لو نده. باید انواع پاس رو بلد باشه. از پاس‌های کوتاه برای کنترل بازی گرفته تا پاس‌های بلند خط شکن که دفاع حریف رو غافلگیر کنه. وای به روزی که یه شوت‌زن قهار هم باشه. دیگه هیچی. ولی خب تکنیک خالی که به درد نمیخوره. اگه عقل پشتش نباشه هیچه. اینجاست که میرسیم به ستون سوم، هوش تاکتیکی. یه عقبگیر خوب انگار یه صفحه شطرنج تو ذهنشه. باید 2-3 حرکت جلوتر از بقیه رو بخونه. باید تو یه چشم همزمان تصمیم بگیره. الان وقت پاسه، دریبل کنم، بازی رو نگه دارم یا یه تکل بزنم که جریان بازی رو عوض کنه. و در نهایت ستون چهارم که شاید از همشون مهمتره، صلابت ذهنی. عقبگیر فرمانده تیم تو زمینه. باید دائم حرف بزنه، داد بزنه، تیم رو بچینه. آرامشش باید به کل تیم تزریق بشه. بازیکنی که زیر فشار وابده به درد این پست نمیخوره. خونسردی اینجا حرف اول رو میزنه. خب حالا که ابزارها رو شناختیم، بریم ببینیم این فرمانده چطور ازشون تو کار دفاعی استفاده میکنه. میخوایم ببینیم وظایف این قلعه مستحکم تیم دقیقاً چیه. تو موقعیت‌های تک به تک هوش حرف اول رو میزنه. اولین کار اینه که مهاجم رو هل بدی به سمت کناره‌های زمین، جایی که زاویه‌اش بسته بشه. بعد باید حالت بدنیت آماده باشه با مرکز ثقل پایین. کلید کار اینجاست، صبر. نباید عجله کنی و بپری رو پای حریف. باید منتظر لحظه مناسب باشی و تو بهترین زمان ممکن توپ رو بزنی. اما کارش که فقط به جنگ‌های تن به تن خلاصه نمیشه. اون رهبر ارکستر دفاعیه. با داد و فریادش شکل دفاعی تیم رو حفظ میکنه. اگه یه بازیکن دریبل خورد، اون اولین کسیه که میاد برای پوشش. تو موقعیت‌های خاص مثل وقتی تیم حریف پاور پلی میکنه، اون مغز متفکر دفاعه. خیلی خوب، از دفاع به اندازه کافی گفتیم. حالا بریم سراغ بخش جذاب ماجرا. چطوری این صخره دفاعی تبدیل میشه به معمار حملات تیم؟ این بهترین تعریفیه که میشه ازش کرد. عقبگیر مثل مترونوم یه گروه موسیقیه. اون ریتم بازی رو تعیین میکنه. با یه پاس، با یه حرکت، با نگه داشتن توپ. اون به تیم میگه که الان وقت حمله سریع و برقاساست یا وقت یه حمله صبورانه و باحوصله.
این یه تصمیم گیری مداوم به یه ریسک و منطقه امنه. یه پاس کوتاه و ساده ریتم رو میاره پایین، مالکیت رو حفظ میکنه. از اون طرف یه پاس بلند و عمقی ریسکش بالاست اما میتونه یهو تیم رو تو موقعیت گل قرار بده. هنر عقبگیرینه که بدونه کی کدوم کار رو انجام بده. پس کارش تو حمله چیه؟ اول اینکه شروع کننده همه حملات منظمه. دوم، با یه دریبل یا یه پاس کلیدی پرس حریف رو میشکنه. سوم، بعضی وقتا خودش هم به حمله اضافه میشه تا تیم برتری عددی پیدا کنه. و چهارم، همیشه به عنوان یه شوتزن خطرناک از پشت محوطه یه تهدید جدیه. برای اینکه این نقش رو بهتر بفهمیم، هیچی بهتر از این نیست که به چند تا از اسطوره‌ها نگاه کنیم. کسایی که این پست رو به یه سطح دیگه بردن، به سطح هنر. نفر اول کسی نیست جز کارلوس اورتیز اسپانیایی. به نظر خیلیا اورتیز یه جورایی تعریف کامله یه عقبگیر مدرنه. چرا؟ چون اون یه تعادل بی‌نظیر بین همه این مهارت‌ها داشت. هم تو دفاع مثل یه دیوار بود، هم تو بازیسازی یه مهندس واقعی بود و هم تو حمله یه خطر همیشگی، یه پکیج کامل. اسطوره بعدی هم باز از اسپانیا میاد، کیک بوند. مردی که ثابت کرد تو فوتسال مغز همیشه از عضله مهمتره. کیچه شاید اون فیزیک فوق‌العاده رو نداشت، اما یه کامپیوتر تو زمین بود. بازیخوانی عجیب و غریبش باعث میشد همیشه یه قدم از همه جلوتر باشه. انگار آینده رو میدید. و در نهایت میرسیم به برزیل و یک نام بزرگ، شوماخر. خود صخره دفاعی. شوماخر نماد قدرت و صلابت تو دفاع بود. اون با حضورش یه امنیتی به تیم برزیل میداد که بازیکنای تکنیکی و خلاق تیم با خیال راحت اون جلو کار خودشونو میکردن. میدونستن که پشتشون به یه کوه گرمه. خب بعد از همه این حرفا به عنوان مربی میرسیم به این سوال اساسی که باید از خودمون بپرسیم. عقبگیر شما کدوم یکی از ایناست؟ یه صخره است که تیم رو از فروپاشی نجات میده یا یه معماره که حملات رو از عقب طراحی میکنه؟ جوابی که به این سوال میدید نه فقط سبک بازی اون بازیکن، بلکه کل فلسفه تیم شما رو مشخص میکنه. امیدوارم این گفتگو بهتون ایده های خوبی داده باشه. اطلاعاتی که اینجا با هم مرور کردیم بر اساس مقاله خیلی خوب از وبسایت فوتسال لرن بود. خیلی ممنون که وقت گذاشتید.